سلام برابکس یوتیوب. سوال خصوصی هستم با مستر بنگ بنگ رضا فرشته. مرسی سوال، مرسی که منو دوباره دعوت کردی تو برنامه‌ت. شب‌های پاییزی در ایران و در همه جای دنیا، در این نیمکره شمالی و نشستای من و تو خیلی حال میده. این خوش میگذره، مخصوصا با یه نوشیدنی گرم که من دارم میخورم. مرسی که منو مهمون کردی دوباره اومدم تو برنامه‌ت. گفتی که یه سری تایتل داری، منم گفتم آقا یه تایتلی دارم میخوام بیارم. من میخوام یه حرف خیلی عجیبی بزنم و خیلی حرف گنده‌ای رو بزنم که میخوام یک ادعایی رو بر فرض بگم. یعنی در کلم یک فرضه، یعنی ما قبل نظره، ما قبل نظریه است، فرضه. ولی فرضیه که حتی جرئت ندارم الان بگم اولش باید بگم چیه یا یک توضیح رو بدم آخرش بگم که پس در این نتیجه من دارم به این قضیه اشاره میکنم. ولی فکر میکنم بذار اولش بگم دارم میخوام چی بگم. من این فرض رو دارم بهش اشاره میکنم که خیلی جالب شاید بگی اصلا تو خیلی دیوانه ای داری حرف میزنی. شاید خودم فردا بگم، نمیدونم. و در حد فرضه، ولی قوی تر از فرضای محاله برای من. هومو سیپینز و انسان هوشمند که در پسش به کانشسنس و ذهن خردورز و خردمند میرسیم و بهش افتخار میکنیم، از نظر من یک نقصه که در ما وجود داره و در اصل ما باید مثل تمام جانداران روی زمین زندگی میکردیم که چه بسا درست‌تر و آسوده تر. آها، یعنی تو میگی که ما عاقل عاقل شدیم این اشتباهی بوده که توی یه حیوان افتاده. همه حیواناشون یه راه میرفتن، یه حیوان یا عاقل شده و این عاقلی باعث اصلا اشتباهه. خب همه تغییرات رو اشتباهه، ولی اون اشتباهه بعضی ما کمک میکنه. اینم یعنی حرفتون تکنیکی درسته کاملا. تکنیکلی ببین داستان اینجا پیچیده میشه. این حرفی که دارم بهت میزنم، ما همیشه به این بالیدیم که قدرت تعامل داریم، قدرت تحلیل داریم، چون ذهن داریم، قدرت تصمیم گیری داریم و این یک حالت با یک الیویتوری بالا پایین میره، اکتسابی، تجربه کسب میکنیم، مهارت پیدا میکنیم و غیر. خیلی به این همیشه بالیدیم و زندگی کردیم. من الان دارم به یک فرضیه فکر میکنم که میگم فرضه، یک گمان نیست، فرضه. ببین فرضش چجوری بگم، از اوفایو کوردیسپس بالاتره برای من. این اوفایو کوردیسپس یک فانگه که ثابت شده به صورت علمی. دارم میگم چه جایگاهی داره فرض من، که این فانگ حشرات رو زامبی میکنه. به اصطلاح، برای اصطلاح نرمال چی کار میکنه؟ وقتی که وارد بدن یک حشره میشه، بعضی از حشرات میشه، کنترل نورون ها و سیستم عصبی اینا رو به دست میگیره کامل. اینا رو کامل بدون اینکه علم بدونه چی جوری کنترل میکنه و همشون مشابه از یک ساقه درختش بغلشون میرن بالا، میرن زیر شاخه، سفت میچسبن، برعکس میشن، همونو میمونن. این فانگ شروع میکنه تو بدن اینا رشد کردن، اینا میمیرن و از بدن اینا میزنه بیرون و شروع میکنه اسپور پاشیدن و این اسپورهایی که به شدت مقاوم هستن و غیره. در صورت گرم شدن زمین و بالا رفتن دما و عادت کردن. یه دقیقه قبل از این ادامه بدید، من داستانی رو بگم. این داستانی که گفتی خیلی جالبه و حالا این حرفی که میزنه، ببین به این یه خورده فقط بیشتر فکر کن، چون رضا خودش اینو میدونه، خیلی سریع ازش گذشت. فکر نمی‌کنم کسی که دارن نگاه میکنن فهمیدن چی رو الان رضا دراپ کرد. یعنی من روزی که اینو فهمیدم واقعا ریدم تو خودم. یعنی گفتم یعنی یه دونه این یه چیزیشه که من نمیفهمم بالا پایین بشه، این میتونه انسان رو بگیره زیر کنترل و اصلا انسان میشه زامبی بشه. و حالا فکر میکنم رضا داره به این سمت که اصلا ما زامبی شدیم. حالا کاری ندارم. این وقتی میفته روی اون حشره، روی مثلا مورچه، اتفاقی که میفته خب یه جایی میفته دیگه، یا مثلا رو کمرشه، رو باسنشه، رو یه جایی عقب جلو داره، اونجا سوراخ میکنه میره تو همون بدن رو شروع میکنه خوردن. اون چیزی که داره میخوره انرژیشه، انرژی میگیره و شروع میکنه توی این بدنه رشد کردن. بعد یه جا میاد میرسه به صورت. خب
شروع میکنه صورتو خوردن ولی عضله‌های فکو نمیخوره، که همین حرفی که زد گفت میره بالای درخت گاز میگیره وای میسه، از عضله‌های فک استفاده میکنه، تمام بدنشو میخوره به غیر از عضله‌های فکش. میره اون بالا به عضله‌های فک میگینه بگی قف کن، قف که کرد بقیه‌شو میخوره و میریزه بقیه مچا رو میگیره. ولی چه جوری قارچ میدونه عضله فک مورچه کجاست؟ این اصلا همین قارچ نمیدونه عضله فک مورچه. حرف درسته. سیستم کاملا انگار خدای اون یا موجودیت اون موجود میشه اون فانگ. داستان اینه که یعنی حرف تو اینجوری کاملا درست. خب حالا ادامه این بده. در مورد در مورد مواجهه با انسان من نمیخوام بگم هست، میگم شدنش رو میگن علاوه علمی فرض محال میدوننش. فرض محال میگن، نمیگن نشدنی است، ولی میگن شدنش خیلی پیچیده تر و خیلی صحبت پشتش وجود داره که ما بشه. یکی از المانا گرم شدن زمین، یا مثلا اشاره میشه به ساخت فیلم‌های مثل لاست آف اس، بازی‌های کامپیوتری یا غیره که به این اشاره میکنه. اصلا گرم شدن نمیشه گفت نمیشه، ولی شدنش یک محالی هست لحاظ ساینس که باید خیلی بهش چیز کرد. چیزی که من میگم از این محال تره، شدنی تره. یعنی میگم از این به این وضوح شدنی، یعنی هست. من احساس میکنم یک چیزی که باید بهش اشاره کرد. حالا میخوام توضیحش بدم. پس مطلب کلفتی که من گفتم اینه که میگم برای منم فرضا فکر نکنم چیزه، اینه که من احساس میکنم ما در یک اختلال اشتباهی به این موجودی که هستیم تبدیل شدیم که داریم رنج میبینیم و از نظر من نسبیت ما و چیزی که بهش داریم افتخار میکنیم با جهان هستی همخونی نداره و جز آزار چیزی نمیبینیم. شروع میکنم توضیح دادن که چرا این حرف دارم میزنم. حالا من نمیدونم تایمر چجوری، هر جا فکر میکنی باید قطع کنی قطعش کن. من 5 دقیقه تو این توش. من اولین کاری که میخوام بکنم اینه که ذهن انسان که بهش اشاره میکنم برای تو ورد ترین میسازه. شروع میکنه برای تو تعریف کردن شخصی از یک لوکیشن یا یک رویداد، یک ایونت برای تو و کسانی که همراه تو هستن. اول به صورت سولو و فردی بررسیش میکنیم. لوکیشن ما یک پارکه و چند انسانی که هوموسیپینس هستن و کاملا دارای ادراک و فهم هستن و از هیچ بیماری خاصی رنج نمیبرن تو اون پارک حضور دارن. مثال میخوام بزنم به عنوان X، یک کسی سگش رو آورده اونجا در همون لوکیشن، تمام ذهنیتش اونه که اون چقدر سگم داره لذت میبره، باید بیشتر بهش برسم، بهتره که این کار رو بکنم. بغلیش یک دختر تو همون لوکیشنه داره به فکر میکنه که پس کی ساقه مواد میاد من اینو بگیرم برم. به هیچ عنوان از اون پارک لذت نمیبره. پارک یک لوکیشنیه براش که بتونه برسه به اون جنسی که قرار ازش لذت ببره و بره. یه نفر دیگه اون پشت وایستاده و منتظر این دو نفر برن که بتونه ادرار بکنه، دستشویش داره میریزه. پس هر فردی از یک لوکیشن ثابت که هممون یک دفینیشن راجبش داریم برداشت و ذهنیت و یک ورد خاص خودشو داره که اون لوکیشن فقط یک وسیله است و اینا داخل یک وردی هستن که فقط نسبت به اون چیزی که خودشون باهاش در ارتباط هستن اون ورد رو میسازن. هیچ گونه ارتباطی نسبت به ذهنیت همدیگه نمیگیرن در لحظه. به صورت جمعی بخوام بهت اشاره بکنم، شما وقتی خیلی اوقات توی فیلم ها یا بر خیلی از اتفاقات خوندی یک نگاه اضافه به یک فرد توی یک خیابون، فکر کن توی نیویورک داری وال استریت راه میری، یک کسی رو نگاه میکنی و اونجا نگاه اونم به تو گره میخوره، یک ورد برای شما میسازه. لوکیشن ثابته. یهو از حالت خاکستری که داره از بغل رد میشه شروع میکنه به یک فردی که در زندگی تو تأثیر گذاره و شما دوتا با هم وارد یک دیالکتیکی میشید که حالا میتونه یک اثر منفی یا مثبت، ممکنه با هم دعوا بکنید، میتونه تیراندازی باشه، میتونه بچه عشق باشه، ممکنه عشق باشه، اصلا ثمرش ازدواج باشه، ممکنه خیلی اتفاقات بیفته. پس این اتفاق واسه افرادی که بغل شما دارن رد میشن نمیفته، به خاطر اینکه این وردیه که تو کریت کردی. لوکیشن ثابته مثل اون پارکه،
ولی اینجا تو وارد یک وردی شدی در این لوکیشن که مخصوص توه. به هیچ عنوان فرد بغل تو مفروض تو برای وجود تو در اون لوکیشن رو نمیتونه بفهمه چی هستش، مگر اینکه با تو وارد یک صحبت بشه، با تو وارد این تو بیاریش تو دنیای بحث خودت، بشه. براش بچینی دنیا. از این به چی میرسیم؟ از این به هرمنوتیک میرسیم. هرمنوتیک یا تفسیر و تحلیل رویداد مذهبی، دینی، تاریخی و ربطش دادن به ادبیات اون فرد که داره مطالعه میکنه. معنای تحلیل و تفسیر نشون دهنده این هستش که برداشت‌ها از رویدادها یکی نیست، در صورتی که تمام افرادی که بهش نگاه میکنن با در نظر نگرفتن زمانی که زیست کردن نمیتوانند یکی برداشت بکنن. پس یک نفری هستش که باید لیدت بکنه که تو بتونی تازه متوجه بشی چی هستش. واسه همینه که تفاسیر به شدت زیاد هستن. در مورد یک رویداد 1000 تفسیر به تو داده میشه: رویداد تاریخی، رویداد مذهبی، رویداد سیاسی و غیره. یک مثال دیگه میزنم. من و تو در یک طیف رنگ آبی قرار میگیریم. از رنگ آبی روشن برای من و تو 64 تا بلاک میذارن و به من و تو میگن به نظرت رنگ آسمان کدوم از این رنگ هست؟ انتخاب من و تو با هم فرق خواهد کرد، در صورتی که تعریف ما یکی هستش. تعریف یکیه ولی انتخاب فرق میکنه. چرا؟ باز نشون دهنده هستش که این کانشسنس نیاز داره به اینه که یک کسی بهش بفهمونه برای اینکه ارتباط بگیره با فرد دیگر. پس این نشون دهنده ضعف. من و شما به هیچ عنوان به یک برداشت طیف رنگی نه تنها در مورد یک رنگ آسمان نمیرسیم، بلکه در مورد امور دیگه هم نخواهیم رسید. پس اینجا نیاز ماست به هرمنوتیک لنگویج که ما بتونیم به یک چیزی برسیم که بهش تازه میبالیم، ما میفهمیم، در صورتی که ما فرادا برداشت شخصی داریم. نسبت طول عمر ما و به نسبت عمق جهان و کیهان به هیچ عنوان میک سنس نمیکنه. نسبت درک اطلاعات، نسبت اینکه تو بتونی متوجه بشی، یاد بگیری تا به کارایی برسی، علنا از بین رفتی. این سیکل آموزش و یادگیری و غیره تماما یک کریشن تحت کانشسنس، هیچ ارتباطی به من و شما نداره. ما به علت وجود این امر که من بهش میگم یک اختلال، به اصطلاح دارم فرض میکنم، به این باور رسیدیم که پس ساخته شده ایم که بفهمیم، پس ساخته شده ایم که درک بکنیم، در صورتی که اسکیل جهان و اتفاقاتی که در جهان افتاده به هیچ عنوان با ما و طول عمرمون و میزان دید چشممون و تحلیل مغزمون همخوانی نداره. ما در 99.99999% از این کازمولوژی به خاطر نبود اکسیژن قراره از بین بریم. به نظر قرار بوده که ما محدود باشیم و از بین بریم. به نظر قرار بوده که حساس ترین ارگانهای ما قابل دسترسی باشه. ضربه به سر، ضربه به بیضه های یک مرد، ارتجاعی بودن پوست و وارد شدن هر جسم سختی به درون پوست انسان. نشانه ها و چیزهایی که من برداشت میکنم اینه که ما شباهت به نوع زیست و مرگ حیوانات موجود در سطح کره زمین داریم. حس حیوانی و اون رافنس در وجود ما، قطع نشدن جنگ ها، قتل، مرز تا روزی که مرز داریم نشون میده آدم نشدیم. این نشون دهنده اینه. یک توضیح دادم در مورد یک قسمتیش، میام در یک بحث خیلی جالب تر. اجازه بهم بده بتونم بگمش. خیلی هم نوع برام هم خیلی سخته که بتونم بگمش. بهم خورده فضا بده بتونم حرف بزنم. در استپ بعدی که میخوام وارد بشم و باهات صحبت بکنم و اشاره بکنم به این قضیه، چیزی که ما بهش میگیم کانشسنس چیزیه که به صورت محدود او
که همون کانشسنس که هیچ کدومون نمیتونیم بگیم کجاست به ما داده، به خاطر وجود حس تحلیل و تصمیم گیری، ولی در اصل یک چیز محدود چیپ ناکارآمد در مقابل خواست خودشه که کاملا غریزی رفتار میکنه و اون چیزی نیست جز تولید مثل. نمیدونم چرا داره این کارو میکنه. تو رو مجبور میکنه که هورنی و حشری بشی در بهترین سنت، در جایی که بدنت بیشترین انرژی رو داره. تو رو معطوف میکنه به این که همخوابی داشته باشی و برای این همخوابی کردن از خانوادت بگذری، از پولت بگذری، خیانت بکنی و فقط هدفش اینه که این اسپرم در عمل لقاح انتقال پیدا بکنه و بتونه اون رشته مرموز دی ان ای خودش رو طی سالها و سالها به یه تکاملی برسونه که اصلا نمیدونم چیه و تو رو ابزاری میبینه برای این کار. برای مثال و که ثابت بکنم داره این کار رو با ما میکنه، توپ غذا بخور، سیر خوبم بخواب، کن، بعدش احساس میکنی باید غذا بخوری. چرا؟ آیا بدن تو انرژی لازم رو برای سوخت رسانی نداشته؟ تو احساس گشنگی میکنی چون اون میخواد که تو درجا برای اسپرم سازی خودت آماده بکنی دوباره، نه برای مصرف سوختی که توی بدنت هست. تو خرتناک خوردی. یا شروع میکنه به هورمونی ترشح میکنه که تو ریلکس بشی و بعضیا فکر میکنن بعد رابطه جنسی خوابشون میگیره و اون درصد اون گیفتشه به تو. اصولا تو خیلی هم خوب بخوابی بعدش اون حالت رو داری، میتونی از استفاده کنی بخوابی، یا میتونی باهاش یه وید بکشی، موسیقی زیبا گوش بدی، گیفت بهت میده. به بیضت دست میزنن میگه آخ جونت، میگه ازش مراقبت کنی، خیلی مهمه. و تنها چیزی که بهت میگه در دنیا بهش معطوف شو یه واژن یا یک آلت نسبت به دو طرف برای اینکه به اون هدف خودش برسه و هیچ چیز مهمتر از این نمیبینه. و حالا میخوام یک مثالی رو بزنم. من خیلی کلفته، من شاید در بیان اشتباه بکنم ولی امیدوارم اندیشمند اگه اینو میبینه بتونه کامنت کنه درستشو. به صورت خاص این چیزی که ما بهش افتخار میکنیم ما تحت کنترلش داریم ولی او ما رو تحت کنترل داره، این هستش که پس از به دنیا آمدن در آغوش خانواده بریم و زمانی که بدن آماده برای اسپرم سازی آنها رو ترک کنیم. مثل پروانه‌ای که از پیله حرکت میکنه میره، مثل پرنده‌ای که از خانوادهش جدا میشه، مثل خیلی از حیوانات در دنیا که برای ادامه زندگی از جایی که بودن حرکت میکنن. اتفاقی که میفته اینجا چی هستش؟ به صورت طبیعی تو وقتی که اگر به این قضیه اگر وای شرف کلفتیه، اگر توانایی دیدن ارباب خودت که بهش میگی کانشسنس رو نداشته باشی، ریلکسی، میگی من دارم این کارو میکنم، انتخاب منه، دوست دارم برم با عشق جدیدم زندگیمو شروع کنم، 2 جوونیم و کم کم خانواده اونایی که تو رو تو پربالت گرفته بودن برات بیرنگ میشه و کم کم معطوف میشی به اون، حفظ حریمش، عمل جنسی زیاد و بالاخره تو به این نتیجه برسی که باید بچه دار بشی، شرایط آماده بکنی و کم کم بعد از این اتفاق از خودت بزنی که اون بچه رشد بکنه و همه اینا رو فکر میکنی که خود انتخاب کردی. من یادم نمیاد ما تو دبیرستان عادت داشته باشیم از خودمون بزنیم لقمه رو بدیم دهن کس دیگه، ولی چرا پس از به دنیا آمدن طبیعی مادر باید اکسیتوسین ترشح بکنه؟ چرا بعد از اینکه بچه به دنیا میاد زندگی برای پدر مادر رنگی میگیره که خودش رو میخواد از خودش بزنه که به او بده؟ ببین حرفایی که میزنی انقدر واقعیه. من بعضی موقع موموکو رو نگاه میکنم،
بعد میگم چه جوری من تو رو انقدر دوست دارم؟ برای چی من تو رو انقدر دوست دارم؟ تو الان بیدار بودی دهن منو سرویس کردی، بهت گفتم بیا بغلم، نیومدی بغلم، بهت میگم بوس بده بهم بوس نمیدی، بهت میگم گوه نزن گوه میزنی. این تکنیک همه کاری که من دوست ندارم داری میکنی. ولی چرا من تو رو انقدر دوست دارم؟ این یه سوال نمیتونم جواب بدم. دومین سوال اینه که چون من یکی از بچه‌ام از خودم بیولوژیکلی نیست، خب من خیلی وقتی این حرفو میشنون یا مثلا تو ویدیوام اینو میبینن، خیلی بهم مسیج میزنن که دود من مثلا فلان قدر تو رو میشناسم، مثلا به خواب نمیدیدم که این بچهای تو یکی نباشن، یعنی فکر می‌کنم هر جفتشون بچهای خودتن. پس من یادم میام که آدم مثلا بدجنسی نیستم، آدم عقده‌ای نیستم، حداقل شواهد نشون میده که من جفت بچه‌هامو یه جوری چیز میکنم، ولی واقعا وقتی که نگاهشون میکنم نمیتونم یکی نگاهشون کنم، مثلا دست خودم نیست و من نمیفهمم چرا. چون میگم مگه به قول تو مگه من تو کنترل نیستم؟ من که میدونم جفت بچه‌ها مال منم، من که میدونم جفتشون یه اندازه دوست دارم، من که میدونم برای جفتشون هم یه کار انجام میدم، یعنی حساب بانکیشون مساویه، غذایی که بهشون میدم مساویه، یک بار نشده یه چیزی مثلا به یکیشون اضافه بدم نسبت به اون یکی. برای همین هیچ کاری نمیکنم که شواهد بتونه نشون بده، ولی توی خودم وقتی نگاه میکنم درود به قشنگ شرف. یکی و بچم میبینم، یکی و یه نفری که دارم پیش خودم بزرگش میکنم و این بچم شده با سیچویشن بزرگش میکنم. اصلا باور نکردنیه، من نمیفهمم چرا. بهترین فکت بودی برای این صحبت خودت بودی، زندگی خودت بود، به کلام خودت بعد اینکه موهاتو سفید کردی. وقتی که بخوای، حالا اینجا رو نگاه کن، اون آقا مهربونه به اسم کانشسنس، جایی که اکسیتوسین برای ترشح میکنه، اگه بخوای به پر پاش بپیچی، جلوی ترشح هورمون‌های شادی آورش رو میگیره و غرقت میکنه توی انگزایتی و استرس و استراب. علتش رو بهت میگم، حتی چی علتش هم فهمیدم چرا این کارو میکنه. فرض همه اینو در این فرض داریم حرکت میکنیم. پدر و مادر رو اگر تو برای این زندگی بکنی که بخوای بفهمی، لزوما اولویتت این نیستش که تشکیل خانواده بدی. پس به خانواده‌ای که داری نگاه میکنی، کنکاژ میکنی در اون خانواده‌ای که داری. من پدر و مادرم رو کنکاژ میکنم به خاطر اینکه قرار نیست حرکت کنم به این صورت برم. جلوشو گرفتم، به هم آزار میرسونه، میخواد مجبورم کنه، ولی من جلوشو گرفتم. وقتی به عمق ارتباط این دو نفر نگاه میکنم، میبینم که به اصطلاح به این عمل میگن غم دیگران رو خوردن. خب به اصطلاح، ولی اداش میدونی چیه؟ دیدی این عکسای فیلسوفا مثلا توی غمیان، ریشاشون بلنده، اینا میخوان بگن که این مقامدی، این دور واقعی ها، به مدل تصویریش این عکساست که یعنی دیگران رو فهمیدن، پس در پس فهمیدن غمه. اگه قرار باشه بفهمی غمگینی، اگه قراره که فقط زندگی کنی شادی. اینو در فلسفه تا اینجا آوردنش جلو، یعنی کسایی بودن. وقتی من به این پدر و مادر نگاه میکنم، میبینم هر باری که خب تایم زیادی میگذره، من نگاه میکنم میبینم داره پیر میشه. اینو من درگیر اون زن جدید و بچه نیستم و ذهنم داره تلاش میکنه جلوی این حس بیسته. دارم میبینم چقدر بیرحمانه داره اینا رو از من میگیره. کسی که این حس احساس رو در من کاشت، اگر نافرمانی کنم از خواستش و نرم سمت یک خانواده جدید و یک جوون دیگه پوست نیندازم، بخوام بهش نگاه کنم، کثافت درونش رو میتونم ببینم که چطور کسانی که میتونم این همه دوستشون داشته باشم و جلوم پیر میکنه و از بین میبره و من نمیتونم جلو اینو بگیرم. هدف اون این بوده که وقتی من 18 سالم میشه انقدر حشری باشم که برم تو زن و فلان و زندگی عالیه، صبح بلند شو برو باشگاه، دنبل بزن، تستوسترون، پا ترشو، اینجوری پا ترشو چیز کنی، فلان کنی، غذای خوب بخور، تیپ بزن، برو پارتی. که اصلا اینا رو نفهمی و بعد انقدر فاصله بگیری از اینها که برات بشن یک مموری فقط به عنوان پدر مادر. اوکی کاملا میدونم دوستان حس دارن، ولی فقط با اینکه پدرم بود مادرم بود، هضم کنی حذفشونو و ادامه بدی. ولی وقتی که بهش نگاه میکنم، من گاهی چشمامو میبندم
یادم میاد جوونی این دو نفر، عشق این دو نفر رو یادم میاد. همه رو میبینم و الان که وام میکنم میگم نیست و قراره از من بگیرتش و میخواد آن چیزی که به نام عشق داده به من رو از من بگیره. همه عالم به این برمیگردن میگن خب این طبیعت زندگیه. گو خوردی. این رویه این کانشسنسه. حیوان در این غم فرو نمیره به خاطر اینکه این کانشسنس رو نداره. بله فیل به سوگواری میکنه، فلان میکنه، بعض اتفاقات خاص میفته، ولی نمیتونه تحلیلش بکنه. این به من این قدرت تحلیل رو داده و اینجور ناجوان مردانه میگیره و اگه بخوام بهش فکر بکنم سریع شروع میکنه به هم هورمون‌هایی رو ترشح، جلو دوپامینو میگیره، جلو سروتونینمو میگیره، همه رو ازم میگیره، مجبورم میکنه برم روانپزشک قرص بخورم که دوباره برگردم شاد بشم، که دوباره سیخ بکنم برم دنبال خواستاش، دنبال زن، دیگه بهشون فکر نکنن. تصور کن سوال اقتصادی، عشق اون پدر مادرت به هم، عشقی که به تو داشتن، زمانی که میدویدن، زمانی که ازت حفاظت میکردن و حالا دارن کم کم تبدیل میشن به آدم‌هایی که تبدیل به یک مرده متحرک بشن و از بین برن. اونا رو ازت میگیره، بهت یه خانواده میده، میگه ادامه بده. فقط برای چی داریم بازی رو میکنه؟ که از اسپرم تو به یک تکاملی برسه، به یک اِوولوشنی برسه که به هیچ عنوان مربوط به من و تو نمیشه. چون تا این بخواد به تکامل بخواد برسه که ما نمیدونیم چی از کی شروع شده، نسل‌ها پس از ما رفتن و بعد از ما رفتن و ما رو در این غم فرو میبره، در صورتی که قرار نبود ما در این غم فرو بریم. بارها و بارها بوده یک منظره‌ای رو دارم از پدر و مادرم، یک باغ بود، یادمه قشنگ دارم میبینم سوال میخندید، جوون بود، مامان جوون، پدر جوون هم بیاد دوست داشتن، من اونجا بودم دیگه اون نیست و قراره اینا رو از من بگیره. و وقتی که در مقابلش میستی به این مسائل فکر میکنی، تو رو شدیداً ناراحت تر میکنه. بهت میگه من بهت کردیت نمیدم که بخوای به این قضیه فکر بکنی، کردیت رو به جای بهت میدم که به ارگزم برسی و کاری میکنم پارتنرت هم بهت کردیت بگه خوب منو کردی. قرار نبود به این فکر کنی، قرار بود بری کار کنی، پول در بیاری، خرج کنی، لوکس زندگی بکنی تا بهت کردیت زنهای بهتری رو بدم. تو قرار نبود این کارو بکنی. چرا تو از دراگ، چرا وقتی که تو ماریجوانا مصرف میکنی اولین تأثیری که ماریجوانا میذاره رو صوته، همه این کاگنیتیو ها همش میاد بالا، ولی اولین چیزی که میبینی که صوت خیلی با دیتیلز داره پخش میشه. چشایی میخورم، اوکی، راجبه چیزی داری فکر میکنی، بعد مثلا میبینی کلا 1 دقیقه گذشته، میگه عجب، پس این وجود داره، این اتفاق برای تو میفته. بعد سریع چی کار میکنه بعد از اون؟ میگه اوکی تو از من دوپامین گرفتی، از من کیسم کشیدی بیرون، تولیدش رو تو بدنت قطع میکنم تا مادر بشه. تو میخوای رنج من فکر میکنی لیمیتلس هستی، تو برده من هستی، کارت چیه؟ تولید مثل بکنی. چرا؟ نمیدونم. ببین یعنی انقدر یه دفعه یه یارو رو دیدم تو کنار خیابون مواد زده بود افتاده بود، اشکی که الان ریختی 1 ساعت و نیم قبل برنامه داشتم میریختم، به خاطر اینکه بعد مدت ها چهره پدر مادرم رو دیدم. اونا نمیفهمن، به خاطر اینکه اونا در مقابل کانشسنس نایستادن. اونا خوشم، من دلم بابت چیزی که اونا، اتفاقی که برامون داره میفته میسوزه. تو در واقع اون مورچه رو دیدی که داره از درخت میره بالا که گاز بگیره، گفتی بیا برو بالا بذار من سرتو بگیرم، بارون نیاد داری میری بالا راحت بری بالا. دقیقا. و ببین یه یارو دیدم کنار خیابون افتاده بود، بعد مواد زده بود، بعد داغون بود، بعد یا بالا همیشه اینور نگاه می‌کرد یه چیزی میگفت و دوباره میرفت. بعد النا اینو دید گفت این بیچاره رو نگاه کن چقدر داغونه. گفتم الان این حرفو نزن،
شاید اون بازی رو برده، ما داغونیم، ما نمیدونیم. شاید اون وقت چششو میبنده میره توی دنیایی که ما همه آرزومون باشه. شاید الان پادشاه یک چیزیه هیچ کم نمیتونه کنترلش کنه. الان یه جور دیگه هم دارم اینو میبینم، این حرفمو، این چیزی که تو گفتی، شاید اون کسی که این کارا رو میکنه کسی که داره از این کانشسنس فرار میکنه و کانشسنس جریمه‌ش اینه که میگه داری اصلا فرار میکنی، بی‌ناموست میکنم، یه کاری میکنم همه فکر کنن داغونی. اگه برنامه‌ش اینه، میگه اگه قراره به درد من نخوری بهتره که از بین ببرمت. کاندیشن هاشم برات فراهم میکنه. یکی از المان‌هایی که در مورد این فانگ تحلیل و بررسی میکنن، همیشه سوالم بود که چرا آدمو میتونن خود کنن. من همیشه بزرگترین سوالم بود که چرا ما اجازه داریم خودکشی کنیم؟ چرا یه آدم میتونه این کارو بکنه اصلا؟ چرا این هست که ما به این میرسیم؟ ما نیستیم. کانشنس داره با ما این کارو میکنه. اون میگه تو بی ارزه‌ای به درد من نمیخوری، اصلا خودتو حذف کن. میدونی چی جوری حذفت میکنه؟ میذارت توی اتاق پر میخ، یه چاقو هم میذاره جلوت میره عقب. میگه دیگه تو هر کاری کردی من نمیدونم، تو حق انتخاب داری. میگه این تو، اینم از آپشنات. من انقدر پیچیده است، حضور داره. ببین سوال اقتصادی، این مبحث خیلی بزرگه. اگه استقبال بشه من میتونم خیلی از تحقیقاتی که انجام شده از آدمای چیزو بیارم شیر کنیم با هم دیگه، و از نظر من بزرگترین مسئله‌ای که من دیگه وادار شدم این فرض رو بیام بگم بهت یعنی امروز، و دارم میبینم چی کار داره با هم میکنه. به سوال اقتصادی تو بهت اجازه میده بدوی از یه هارت بیتی بری بالاتر، الرتو بهت میده. او قرار نبود اینقدر بری بالا. بخوای چیزی رو بلند کنی یه زوری بهت میده، از یه حدی بره بالاتر میگه نه بذار پایین، مفصلت درد میکنه. یک جا خطا میده. سرچ کن، دیدی برن همه برید سرچ کنید بچه، بریم با هم سرچ کنیم. مثلا من نمیدونم چیکار. اتفاقی که طرف بچهش یهو داره میره زیر یک چیزی، ماشین داره میاد، یا اینکه پای زنش گیر میکنه، یهو با یه وزن کوچیک یهو اونو بلند میکنه. این افرادا میبرن باهاشون اینترویو میکنن، چی میگم نمیدونم، اصلا تو اون لحظه خودم نبودم. رضا من این یکی از صحنه‌ها رو زندگی کردم. پراکور کم ریخته بود که توش بده. ببین من فقط اینو شنیده بودم که یارو ماشین رو بلند کرده و هم پریده مثلا با سرعت 100 کیلومتر دویده بچه‌شو جمع کرده. اینو شنیده بودم، ولی خب شنیدی دیگه. یه بار توی خیابون با یه یارو دعوام شد و یارو خیلی گنده بود، قدش مثلا 2 متر بود، بعد کانستراکشن ورکر هم بود. بعد ماشین پیاده شدم که باش دعوا کنم، یه دو تا مش بهش دادم، دیدم هیچیش نمیشه. بعد یهو اومد یه دونه مش کوبید تو صورت من اینجا و من چشامو از دست دادم. بعد چشام رفت. بعد واسه مثلا چند ثانیه کور بودم. وقتی که چشام برگشت حمله کردم به یارو زدم. بعد یارو که من مش میزد، من به مرگ مامانم، به مرگ النا این صحنه رو میدیدم. بعد قشنگ نگاش می‌کردم وا چقدر مش آرومه. بعد اینجا که مثلا اینجوری رفتم عقب و مش رد میشد. بعد وقتی میپریدم بهش مش بزنم میدیدم که دقیقاً 1 میلیمتر مونده دست من بخوره به صورت یارو عضلای صورتش میرفت چپ، چشش اینجوری فلینچ میکرد، بعد مشت من میخورد، بعد این موجه اینجوری میرفت از این ور صورتش میرسید به گوشش و دوباره موجه رو بدنش برمیگشت. بعد من وقتی که تموم شد منم پایین میگفتم خب من سوپرمن بودم، چرا این میفهمم همیشه باشه خیلی سخته، ولی چرا من اینو ندارم کنترل روشن کنم؟ مگه سگ دنبالم میکنه این صحنه نمیتونم بشم؟ ولی امروز شد. اصلا پراکور کم ریخته بود که این چی بود که قدرتو داد. کار شاک یا آدرنالینه که ادعا میکنن. من نمیدونم، به قول تو واقعا نمیدونم چی بود. چه جوری من میتونستم این صحنه رو انقدر اسلو موشن ببینم؟ مشتا رو میزنه، یه دونه دیگه نتونست من مش بزنه یارو. هر چی مش میزنه من با این صحنه قشنگ با این سرعت میدیدم. آخه این سرعت چیه؟ و اینجوری میرفتم عقب به همین راحتی. حالا ببین تو حقیقت مردا باشم، ولی اینم بگم وقتی که دعوا تموم شد یارو گذاشت رفت، منم وایساده بودم که چه خوب شد منو نکش، چون خیلی زورسی بود. اگه یارو منو می‌خواست بزنه اون لحظه که چشام کشون می‌زنه منو بکشه. بلکه یارو داشت میرفت، کل یه چاره خیلی بزرگه که در واقع 6 تا لاین ماشین اینور اونور میره، یعنی آره 6 تا لاین اینطوری میره، 6 تا لاین اینطوری میره، یه اسکای ترین هم بالاشه، یه جای فوق العاده شلوغه توی داونتاون.
وقتی ما داشتیم دعوا میکردیم هیچ ماشینی نمیرفت، چراغا قرمز و سبز میشد، هیچ ماشینی نمیرفت. وقتی که تموم شد دعوا، کل چهارا داشت واسه من دست میزد، چون اینا یه دعوای وحشی دیده بودن، یه یارو 2 متری با یه 1.90. بعد من نمیدونم اینا چی میدیدن، چون وقتی من مشت نمی‌سم میگم یارو مشت میزده با سرعت، بعد مشت مسیج من یهو سلام میذارم کنار، خب مردم پشمشون میریخت دیگه. من نمیدونم مردم چی میدیدن، کاش یه دوربین من خودم بزنم اینو ببینم. ولی به قول تو و همون حرفانم من نمیدونم چی بود که این قدرت رو به من داد که گفت آقا الان باید بریم وگرنه این یارو میکشه. چون فهمید که اگر اینو آن نکنه، چون یارو منو کور کرد دیگه، قبل از اینکه کور کنه 2-3 تا مشت تو سرم زده بود، هیچ اتفاقی نیافتاده بود، بدن اینطور بود همینی که هست. این مشت که زد چشامو از دست دادم، چشام برگشت، بعد گفت اوکی آقا یارو کسی خاصیه، این میتونه اینو بکشه، الان ما نمیدونیم اون چه شخصیتیه، تو جنگلی الان یا نه. واسه همین اینو روشن کرد هر چی که بود و یهو من سوپرمن شدم. کاملا اینا هست. یک داستانی که وجود داره، کسانی که من یه باری برنامه باید گرفتم گفتم که این ریاضی، این فیزیکی که ما بهش اتکا میکنیم و کار میکنه، اوکی کار میکنه، حالا چرا میخواید تمام ماهیت چیزی که خودتون طبق علم نمیتونید بهش برسید حداقل هنوز رو معطوف کنید به این قضیه؟ آیا این سودو، نشانه از سودو یا نشون دهنده از کودن بودن و دوباره اون حالتهای ترادیشنال راجع به یک موضوع نیست؟ حالت کلیسا نیست؟ آیا این یک کلیسای ساینتیفیک نیستش که درست کردن تو هر حرف؟ چرا شما، آیا در دمنوش آیواسکا نوشته شده روش که سلام شما اینو مصرف بکنید، بنده قراره که این کارو با شما بکنم؟ خیر. این که نیست. تازه چرا تو باید 2 تا درخت رو با هم قاطی کنن از 2 تا جای خیلی متفاوت، اصلا نمیدونن کدوم حرومزاده رفته این 2 تا رو گرفته با هم قاطی کرده خورده. خیلی از اینا هست. خب چیزی که بهش میگن سایکودلیکه. منظورت چیه؟ میشه بازش کنی؟ این همون خط کشی هاست که تو اپیزود قبل با هم صحبت که منظورتون چیه؟ دوست عزیز میشه بازش بکنی؟ چرا تو خوابت میبره؟ کی میخواد استراحت کنه؟ خیلی بارها و بارها بوده در همه ما، در جایگاهی بودیم در زندگیمون دوست داشتیم بیدار میبودیم و اون کاری که میکردیم ادامه میداشت. اصلا کاری هم نداشتیم فردا، بحث اینا نیست. چی باعث میشه که تو خاموش بشی؟ کی میخواد استراحت بکنه؟ تو که نمیخواستی استراحت کنی، تو خودت میگم میخواستم اینو ببینم. چرا؟ و چرا وقتی که تو عموم بیماری ها مثل سرماخوردگی، فلو ساده، چقدر خواب به تو کمک میکنه؟ چه چیزی باعث این میشه؟ خواب دیدن. چرا اینا رو داری میبینی دیگه؟ ببین وقتی تو خواب میبینی بلند میشی، تحت هر عنوان و هر حالتی تو اینا رو دیدی دیگه. تو اینا هست، اینا توی مموری، توی ذهن تو هست. اصلا همون لحظه که بلند شدی ساختی اینا، همش در رفتن از اصل قضیه است. چرا اینا ویردن؟ چرا اینا به هم ریختند؟ بعد زمانی که تو مثلا LSD مصرف میکنی یا دوزهای بالایی از یک سری مواد مصرف میکنی، چرا این ساختار و انسجامی که بهت داده رو شروع میکنه ریختن به هم و کسانی که استرسی هستن شدیداً تپش قلب میگیرن و حالشون بد میشه و نیاز به لیدر به اصطلاح میگن اینا رو برشون گردونیم، با یک توضیح اینا رو برشون گردونیم، نیاز به یک متقاعد شدن دارن که دیوار داره میاد سمتم، یکی این قضیه رو برای من حلش باید بکنه وگرنه من حالم خیلی بد میشه. اینا مثالهای مختلفه و ما با هم دیگه تعاملمون به شدت ضعیفتر از تعامل یه دسته گرگه. تو افتخار میکنیم به این کانشسنس، بخاطر اینکه کانشسنس اصلا این ذهن، این قدرت تفکر به هیچ اصلا شما ببین چقدر ما، میگم در مورد یک طیف ما باید با هم دیگه جلسه بذاریم تا بتونیم نتیجه بگیریم که آیا این رنگ که ما میدیم اینه. در مورد رفاقت باید جلسه گذاشت، در مورد پول قرض دادن، در مورد سیاست، در مورد اداره، همه چی، در مورد اینو مصرف کنیم اینو مصرف نکنیم. آیا گورکا به این قضیه فکر میکنن؟ در گلهشون حرکت میکنن؟
آیا مشکلی با اون آلفا دارن که علاوه ژنتیکی بزرگتر با خودشون؟ ما زودتر به تعامل رسیدیم یا اونها زودتر به تعامل میرسن با هم دیگه؟ بعد یه کسایی بعد وقت ما چی داریم اونا چی دارن؟ ما چی داریم و اونا چی دارن؟ بکن گرگو با این سناریو بذاری تو خونه من. ببین نتیجه و ثمره تمام دستاوردهای ما در تکنولوژی، در هر چیزی که درست کرده انسان و حال ما داریم استفاده میکنیم، کسانی که اصلا خالقش بودن، چیه؟ نتیجهش مرگ فعلا. تا به زمانی که به بعد برسه بخوان هر اتفاقی بیفته. این چه با همین کانشسنسی که تو داری چه استدلالی پشت اینه که تو قراره توانایی داشته باشی که تو 2 قرن آینده چه میدونم رو هوا راه بری، از این 1000 کار انجام بدی؟ چرا میمیری؟ چرا میمیری پس؟ در مورد شناخت تو از جهان، خب آقا نزدیکترین جایی که من دارم میبینم به کره ماه، قمر ماه که این تو طول 12 ماه توی مداری نزدیکترین حالت به زمین و در مداری دورترین حالت به زمین قرار میگیره که همین جوری هم داره بست پیدا میکنه. بحث انرژی تاریک، بحث ماده تاریک که اینو بغل هم دی، بحث یک انبساط فراتر از سرعت نور. اوکی، این که داره ما رو حذف میکنه، که این که داره ما رو تنهاتر میکنه، که این داره ما رو هر چه بیشتر بی‌معنی تر میکنه، که ما هی زور میزنیم بریم اون داره بالاتر از هر گونه سرعت دیگه میره و به ما این عقل رو داده که انتخاب بکنیم که آقا این فیر نیست. یعنی گرگ نمیتونه بگه این فیر نیست، ما میتونیم بگیم این فیر نیست، بعد اینو برای ما درست کرد، این محیط برای ما فراهم شده. آیا این اختلال، این یه اختلال نیست که باعث این شده؟ چون هیچ میزانی به هم دیگه مربوط نمیشه، یعنی اصلا با هم دیگه نمیخوره. پس ببینی یه عقرب تو رو میزنه میمیری، سریع خونه تو غلیظ میکنه از بین میری. اصلا ای بابا من چی کار؟ مگه من قراره من ذهن و فلان و تکنولوژی انسان زد دهنمو سرویس کرد؟ این که همون انتخاب طبیعیه که و میان در مورد همون فانگا که بهت گفتن داشتم اشاره میکردن، بسیار در زمانهای قدیم که دارو نبود، همون انتخاب طبیعی کار میکرد که درست کار میکرد. اونی که ژن اونی که ضعیف‌تر بود چیزش نکنیم، ضعیف‌تر بود حذف میشد، اونی که قوی‌تر بود میموند. این قوی و ضعیف نسبت به همین مادر آف نیچر بود. اون زرافه‌ای که یه خورده گردنش از بقیه به خاطر ژنتیکش و حالا داستاناش زنده میمون، از همون یک موتیشنی میفته که اندازه نردبون، اندازه 2 تا 3 تا خونه گردنش الان. اونا باید حذف میشدن. حالا ما وریزی میگیریم آدم‌های ضعیف رو درمان میکنیم و چه اتفاقی میفته؟ آیا ما با درمان کردن اون فرد داریم ژن اون رو هم اصلاح میکنیم؟ خیر. به او حق زنده بودن و حق تولید مثل میدیم که ژن‌هایی به شدت ضعیف‌تر رو شروع کنه به وجود آوردن. آیا پاندمی قبلا نبوده؟ میزان پاندمی ها و مرگ و میرشون با پاندمی های حال حاضر با وجود واکسیناسیون نگاه کن چقدر بیشتره الان. به خاطر اینکه جلوی اون انتخاب طبیعی رو گرفتیم و جهان مثل که اینجوری کار نمیکنه. جهان برای ما کار نمیکنه. چرا ما باید ذهنیتی داشته باشیم که ازش مورفیز لا بچینیم؟ اگر قراره که شرایط وفق مراد باشه نباید همچین چیزی باشه. چرا باید تو اون سگی باشی که وسط یه استودیوم 100,000 نفری ساقه بخوره بهت ننه بشه؟ اگر قراره این چرا رو بگی، پس وجود اون نقص داره با این چرایی که تو داری میگی. چون تو نباید بگی چرا. اگه توانایی داری بگی چرا، یعنی یه موردی وجود داره. به هیچ عنوان تو حیوانات این اعتراض رو نمیبینی. شکار کوسه ها رو نگاه کن لب ساحل از پنگوان ها، کوسه ها رو ببین، یا نهنگای قاتل و غیره. انقدر اینا فلان از دیده ما که کانشسنس داریم، پنگوانه میبینن بغلشونو، پنگوانه میره روی یخ
اون بغلیشو میخوره، بعد پنگوئن دوباره قرضی میپره تو آب که شنا کنه، بعد دوباره اونم میخوره. نمیتونه بفهمه اینو. نمیتونه اینو بفهمه. خب این درسته. این اگه بهش سائقه بخوره نمیگه مورفیزلا. اوکی. سگ داره راه میره زیر چرخ ماشین. باور کن اوکیه. تمام اتفاقات. چرا ما مثل همیناییم؟ باید میگیم نه یک خیلی توش یک هدیه فلانی در این کانشسنس زندگی یک هدیه هست. اوکی این که خالیه. نمیخونه اینا با هم دیگه. تو سیگار میکشی چه اتفاقی میفته برات؟ اون کدهایی که در ژنتیک تو جلوی موتیشن رو میگیرن استاپ میشن، وال درست میکنه جلوشون. و به خاطر همین وقتی که تو اینو مصرف میکنی، وقتی که یک وال میداری، یه دونه از این کدها در ژنتیک تو تکون میخوره، موتیشن، نتیجه موتیشن کنسر. سی یو. چرا بس؟ ما فکر میکنیم که جهان پیرامون خوبیه برای دیدن. میری توی فضا، خورشید بهت بتابه، مادرت نتابه، بدنت از میسوزه از سرما. منفی 200 خورده درجه است. کجاش به ما میخوره؟ کجاش به انسان 37 درجه میخوره؟ بابا یه یارو کامدیانه میگه ما رو زمین خوشحال نیستیم. میگه مگه ما با کره زمین نیستیم؟ مگه 2 بیلیون سال اینجا نیستیم؟ چرا خوشحال نیستیم؟ چرا آب اذیتمون میکنه، سرما اذیتمون میکنه؟ مگه ما تو این درست نشدیم؟ چرا برامون راحت نیست؟ بعدش فکر کنم تو حیونا همشون اوکی ان، هر کی هر جاست اوکی، ریلکسه، هیچ حیوان نمیبینیم ناراحته. ولی ما ننمون داره سرویس میشه. گرمه وایساده. تو حالا دیدی یه گوز میاد در بزنه بگه ببخشید سردمه؟ نه اصلا چون سردش نیست، نیازی هم نیست کانشسنس داشته باشه. نیازی به تو بگه سردمه. زرم بزنی هم شاخشو میکنه تو کونت. پتو هم بندازی روش میندازه پایین. میگه چی رو کمرم؟ میگه برو بابا چیکارم داری؟ دارم کارم انجام میدم. اصلا فکر نمیکنه. اصلا فکر نمیکنه به این قضیه. دقیقاً مثالش تو انسانا مثال خود زشتیه میزنم ولی هست. مثلا آخه بچه دستشو کرده تو آشغالی داره چیز میکنه. فکر کردی اونقدری که تو فکر میکنی ناراحته؟ اوکی جایگاش بده، ولی آیا فکر میکنی اون الان داره فکر میکنه ای ناراحته؟ میگه نه شب بریم دورم جمع میشیم، من پلاستیک بیشتر فروختم، کلون رو پاره میکنم، سر چهارم 2 تا گل فروختم. داره زندگیشو میکنه. داره زندگی میکنه. تو فکر میکنی از ساید. پس وقتی تو یه ساید برتر نسبت به اون داری، غم و بدبختی اونو میفهمی. حالا اگر تو یک ساید بالاتر، یک نمای دور از این کنترل ذهنی داشته باشی، به یه خورده دست بکشی از خوابیدن و سکر کردن و مشروب خوردن و پارتی گرفتن و ماشین خریدن و نمیدونم فلان کردن و عممو پاره بکنم و چرا اونا تو خورششون گوش داشت ما نداشت، چشام چشی فقط. به این برسی عمق فاجعه رو متوجه میشی که من خودم خیلی راحت میگم، حرفام تمام میکنم، خیلی رفتم، من احساس میکنم دارم کنترل میشم. نه میگیرم حرفتو. منم خیلی خیلی موقع به این فکر می‌کردم. در میگم خیلی موضوع جالبی رو گفتی. یعنی من تا الان فکر نکردم که همیشه میگفتم که وای فکر کن این فانگای بیاد یهو ما رو بگیره. بعد نگو که ما آردی گرفته شدیم به وسیله دقیقا همون فانگای، چون فانگای همین کارو با مورچه میکنه. فانگای رو زبون تو هست، میدونی که رو زبون تو قارچ. و اگر اون نوع قارچ در شرایطی خودش رو وفق بده، به نورون تو برسه و بررسی‌هایی که کردن نشون میده که بله احتمال این هست که کنترل ذهن تو بگیره، مثل چی عرضی دیدی نخیا دیدی میکشنش، همون کارو باید بکنه. و جالب اینه اون کانشسنس داره که این کارو میکنه. همین دارم میگم آردی چسبیده. کانشسنس مثل اون فانگای است که چسبیده رو میمون. و بعد از اینی که داری میگی اسکیل ما نسبت به زندگی کیهانی که داریم، اسکیل موجود در اون سلولی با یک جسمه. یعنی به نظر داره میاد که ارتباط ما با اجزای بزرگتر و انگار چجوری بگم، انگار که اصلا اسکیل ما نمیخونه.
چون خیلی از فرضیه سلول و حباب و اینا رو در فیزیک کوانتوم اینا کسی که تفسیر میکنن بیان میکنن که آیا آقا ما شاید مثل ساختار شهری درون سلولی که میذاریم زیر میکروسکوپ میبینیم بخشی از همچین ساختار بزرگی هستیم که انقدر سیاهی و انقدر فاصله وجود داره و انقدر چیزی که علاوه کانشسنس بی مصرفه. گردش این همه سیاره به دور یک خورشید بخواد چه گویی داره میخوره؟ برای ذهن انسان تولید یک آیسی، تولید کردن ارزم به حضور شما غذا، تولید کردن یک مانیتور، میدونم بفهمید حرفمو بچه‌ها، ایراد چیز نگیرید، بفهمید خیلی سودمندتره این همه چیز گرد تو آسمون بشه درد ما میخوره. به نظر میاد که اسکیل ما نمیتونیم بفهمیم اینا دارن چیکار میکنن با هم دیگه، اینا دارن اجزای چه چیزی و قضیه همون قضیه است که میگن آقا وا میکنی سلول رو میری پایین پروتئین فلان داستان، بعد میبینی میرسی به یه سر سوزن در مقابل یک استادیوم، همش فضای خالیه، همش فضای خالیه، فضای آزاد برای اون حالا چرا که حالا الکترون آزاد فلان اینا داستان اوکی اون یه کاری بغلیش میکنه، ولی خود اون ماهیتش فضای خالی چرتیه که فقط اون وسطش اون هسته. حالا اینجا هم که ما داریم نگاه میکنیم این همه چیز همه دارن فاصله میگیرن، کون هم دیگه هم دارن پاره میکنن، اون میره میترکه میشه دورف میشه از بین میره، اون که هیچ ارتباطی به ما نداره. یا سویل واتر گاز، نهایت اینه که بلنشیم بریم بارش شمشی که میباره توی مثلا مشتری رو ورداریم بیاریم بفروشیم شمششو الماسشو. چه کارای دیگه ای داره؟ چه کارای دیگه ای داره؟ تمام گازاش هم که در آوردن چیه؟ خب داره چی کار میکنه با هم؟ علاوه کانشسنس مفهومی داره برای تو؟ نه. یعنی پس اسکیل ما نیست. نه اینکه معنی نداره، اسکیل ما نیست. ما در حال دست و پا زدنیم، انگار داریم تجاوز میکنیم به خاطر یک اختلال به این قضیه. اگه از جو زمین خارج بشیم اکسیژن ننمون میشه، از تو وکیوم میشیم میتره که میریزه بیرون، از خیلی خوب یه لباس درست میکنم برات خوشگل که چیزی نشه، نه اون اشعه نه اون حرارت رو بتونی بگیری نه اون سرما تو رو بده. این همه ساله مثل میمون آویزونیم با تناب دور یه چیزی دور کره زمین داریم میچرخیم که کل دورش هم کردیم آشغال، یه دونه رادیو هم ول کردن داره موزیک پخش میکنه، بنده خدا اصلا اینوری رفته چند وقت دیگه میخوره به پلوتون. اینی که میگی من نمیدونم کدوم اسمانو یادم نمیمونه کدوم دانشمند بود که فهمید در واقع وقتی مولکولو باز کرد فهمید مثلا نوترون و پروتون و اتم وجود داره و 99.9% بینشون خالیه. هر کسی که این دانشمند بود روزی که اینو میفهمه از اون روز تا روزی که بمیره وقتی از خواب بلند میشده یه 5 دقیقه تا 10 دقیقه طول میکشید از تخت بیرون، میترسیده پاشو بذاره بره تو زمین. What the fuck really؟ واقعا چون یهو میفهمه که همه چی 99.9% خالیه. آره اینو میبینه مثل ما پله نمیبینه، میبینه که یعنی همه این خالیه و میگه یه روزی من پامو جای درستش بذارم کنده برم توش و هیچ چیزی نمیتونه منو پیدا کنه. به خاطر از همین تو میتونی برسی به شناور بودن خیلی از اجسام روی آب دیگه، به اصلش بتونی برسی بخوای نگاه بکنی بغیر از بحث چگال حالا چیزا اینجا. آره چون سبک میاد بالا دیگه. اوکی ببین این قضیه خیلی مهمه و من و تو هم خبر بد نیوز، من و تو هم قراره مثل سگ بمیریم و اصلا نفهمیم و جزوی از این اِوولوشن بی ربط به ما باشی. ببینید ربط به ما خیلی راحت مسئله رو عامیانه با همین ذهنیت هی کانشسنس کرد. اینی که آقا گشنمه پول دارم برم ساندویچ بخرم میخورم سیر میشم حال میده بعدش هم میرینم میخوابم، این یه چیز معقولی. اوکی میگه آقا تو اسکیل من کار کرد، ولی از این بافت غریزی که خارج بشی تمام اموری که در مورد کانشسنس و ذهن ماست به این بافت طبیعی و این کازموز و غیره و کیهان و اون چشم نبولا و فلاینا هیچ گونه ارتباط و هیچ گونه کردیتی نمیتونی بگیری.
و اگر قراره بهتر این بود که ما الان نمیفهمیدیم بعداً میفهمیدیم تا موقع به کارمون بیاد، مثلا 2 میلیون سال دیگه که به تکنولوژیش برسیم. چرا ما الان میفهمیم؟ پس این نشون میده که یک اختلالی اینجا وجود داره. خیلی الان ممکنه بیان گارد بگیرن بیان خب احمق، همونطوری که تا قبلا فکر میکردن سوسک از آشغال به وجود میاد، ما اینم متوجه میشیم که به چه کاری میاد. پس چرا من میفهمم اینو؟ بعد من اینم نباید میفهمیدم دیگه. من نباید کد کردم. یه چیز اینجا ایراد داره. با فقط میگه منم. و اصلا قیاس محل فارغه. یه چیزی که همیشه واسه من خیلی جالب بود این بود که هر چقدر بیشتر میخونی یا هر چقدر بیشتر سعی می‌کنی یاد بگیری، فقط باعث میشه بفهمی که چقدر هیچی نمیفهمی. این خیلی واسه من چیز عجیبی بود همیشه تو زندگی. و الان فکر کنم تو داری در واقع همین حرفو میزنی. ببین این یه خورده با اون فرق داره. تو الان اندیشمندان ما رو نگاه کن یا صاحب نظران ما رو. ببین عموم کامیونیتی اونوریا اینجوری نیستن. میشه گفت 100% کامیونیتی فارسی تئوریسین هستن، یعنی به هیچ عنوان کاری انجام ندادن. تو برای یه کامیونیتی خارجی میکنی، میچیو کاکو میاد جلو میگه من این کار رو کردم، این رزومه من تو آزمایشگاه به کاری که من کردم، حالا حرفم میزنم. برای ما تو کامیونیتی اون هر جایی که هستیم تو دنیا، اونی که ادعا میکنه من فلانم و بیسارم و همه چی میدونم غیره، هیچ نیست. رزومه هاش رو نگاه میکنی هیچ کاری نکرده، هیچی نبوده، فقط اونو داره میگه. خب بعد کارشون چیه که بعد بیافتن به جون یه ذهن دیگه، دیدی من بیشتر از تو میدونم، رویه فلان، رویه اینجوری سوال میپرسن، اینجوری جواب بد بدی، اینجوری به چه درد میخوره تاش؟ ارضا اینجوری، یکی با مشت ارضا میشه، یکی با انباشت اطلاعات، یکی با فن حرف زدن بهتر، یکی مثل فرشته دهن تو میگه بخواد اجازه نده حرف بزنیم. و هر کسی از این شخصیت ها و این رضا فرشته ها و غیره ها که ادعا میکنه من نمیدونم کیم و فلان به همه چی شک داره، اینا همه به جون هم دیگه. هیچ تأثیری هم تو هیچی نداره. هیچ چیزی از این قضیه رو نمیفهمیم. و کردیت الان با همون کارگریه که توی چینه که دقیقاً داره میدونه چه جوری داره اون ماشین رو درست میکنه، چه جوری داره اون LCD رو واسه این درست میکنه، اجزاش چیه، و میگه اوکی شما برید هی بخونید با هم دعوا کنید، فکر کنید خیلی عالمید، ما میدونیم بعد چی رو با هم درست بکنیم. حالا تو لول اونایی که پرکتیکال هستن دارن این کار رو انجام میدن، وقتی نگاه میکنی، من این کلام از میچیو کاکو شنیدم تو سرچایی که میکرد، اومد گفت یه تیکه سوال توی یه جایی خیلی سال پیش جوان بود، میگه که راجع به این داره حرف میزنه، اون موقع به این فکر کرده، گفت ولش کن. خود میچیو کاکو گفت بهتره که نسبت به اون داشته هایی که داریم چیز کنیم، وگرنه نابودیه، یک پوچیه که بخوایم بریم جلو. بهتره که بگیم بله استاد بزرگ هابل داشتیم و به افتخار هابل بزرگ تلسکوپش رو میسازیم، بهتره که روی داشته هامون حساب بکنیم، بهتره به آقای فارنهایت به فلان بکنیم، بهتره به این اسامی بزرگ و این اکتشافات بزرگمون بسنده و اکتفا بکنیم و بریم جلو و بمیریم. چرا من به دنیا آمدم سویل؟ چرا من میمیرم سویل؟ و چرا فقط باید هر روز حشری؟ چرا مرد تا آخرین لحظه عمرش فقط که کار میکنه؟ مرد تا آخرین لحظه عمرش میتونه حامله کنه، حتی اگه فلج بشه از گردن به پایین. فقط اصلا ببین، اصلا فکر کن بلند نشه، آمپول بزن بکش بیرون. خب این داره نشون میده که تو اینجا هستی که گوش بخوری، پر کنی، به اصطلاح اون کمر تو هی تولید مثل بکنی دیگه، که چی تا یه سالها این فک اینا بره عقب، کاسه سر اینا هم مثل کوچیک بشه، که چی بشه؟ پس من چی؟ پس مایی که پدر مادرمون رو از دست میدیم، یعنی ما هیچ نقشی نداریم این این داستان، چی؟ ما فقط هستیم اینجا تا اون این احساسات ما چی؟ آره
همین الان ممکنه بری بیرون با یکی دعوت بشه به چاقو بزنه بکشتت. پس حق وجود چی؟ پس چرا به من این ذهنو دادی که اینا رو بفهمم؟ چرا با هورمونا با من بازی میشه؟ شما الان افسرده ترین آدم میتونی ببری بهش ببندیش به یه سری قرص، به سری پیلز، بکنی شادترین آدم دنیا رو پاش برقصه. و چون علمیه نمیگن طرف روی دراگه. ولی اگر تو کافیه گل بکشی و این حس به دست بده اضافه اینا که بابا من که میگم به هر الان حال. به قول معروف، حالا دیگه اسلام دیگه معروفه دیگه، این حرف من نیستش دیگه. یکی از لقبام اینه که پولدار بیکار. منی که این لقب آسون نیست بهش برسی. اگه کسی که برسه به پولدار بیکار و هنوز مردم میرینن بهش، حالا مردم منظورم از خانواده گرفته تا کسی که میبینه تا رفیقمون، سر همین گل و مول، حالا فرض کن من به جای گل یه چیز سخت‌تر میزدم، تازه گل آزاده تو این کشور و آمریکا، فکر کن یه چیز سخت‌تر میزدم و فکر کن پولدار بیکار نبودم، با کار بی پول بودم، میگفتن دیگه این اصلا تای آدم بی هیچیه دیگه، اصلا هیچ حرف من دیگه ارزشی نداشت. حالا من اینجا بیام بگم آقا کانشسنس، خفش بابا، تا ارزه داشتی موادی نبودی. همه همینن. بحث فقط مواد نیست. تو تمام ببین از رزومه از منو بذار جلو تا بقیه همه رو برو تا اینستاگرام، آدمایی که میاری فلان، فقط کارشون اینه که ریاک میرن به هم دیگه به اتفاقی که ثابت بکنن که چی میخوای، چی رو ثابت بکنی. من الان به تو میگم این چیه، اوکی، من که اینو درست نکردم، من فقط میدونم این چیه با استناد به اطلاعاتی که کسی که اینو درست کرده داده. اوکی، تو نمیدونی این چیه، بعد من میگم بیا بهت یاد بدم که این چیه. بعد تو مشغول یا بعد هزینه یه کاستی رو میدی اینجا از پرسونالیتی یا پولته یا هر چیزه، یا اینکه هویت و هیمنت رو میشکونم جلو بقیه هر چیزی. بعد من به تو میگم این چیه، بعد تو هم متوجه میشی این چیه. چی بهت اضافه شده؟ اطلاعات. هیچی. بشه دردت میخوره. تکنیکلی واقعا هیچی. تکنیکلی همش هیچی. و ما ذهن هامون نشون میده که چقدر کثیف و پلیده. این اینستاگرامو واکن، هر کسی یه کسی اصلا یه حرفی زده میاد کات میزنه و تصویر خودش رو میذاره. بعد برو زیرش دیگه همه اون داره دقیقا چی رو نشون میده، دقیقا داره چی کار میکنه. چرا ما حضور داریم مثلا تو مدیا؟ آقا من اینو میخواستم من الان بزنم بگم بگم چرا من دارم تا اینجا حرف میزنم جز گنده گوزی و اینه که بگم اوکی اینجا یه ویو هست، ما جز ویو فلانه. الان این ویو اینا رو از من تو بگیرن چی داریم واسه چی میمونه تاش؟ چه اتفاقی اینجا هاسته؟ اوکی تاثیر رو زندگی اینا اوکی، چی برای ما داره؟ یعنی سوال من اینه که چی برای ما داره؟ هیچی. ما وابسته هستیم به اینکه بقیه به ما توجه بکنن. آیا اون بقیه میتوانن ما رو تکمیل و به ما رو تکامل برسونن؟ آیا در بعد چیزی که هستیم این کانشسنس قدمی میتونن بردارن؟ خیر، هیچ قدمی نمیتونن برگردن جز اینکه مود به تو تزریق بکنن. مود خوب، مود بد، ارزش هایی که باز انسانیه هیچ ارتباطی به این ساختار هستی، به این کره، به این آسمان، به این زیستگاه، به هیچ کدوم از اینا نداره. و تمام کسانی که به علومی میره علوم چیه؟ یعنی الان یه نفر بیاد اینجا برگرده بگه آقا نوروتراپی میدونی چیه؟ الان تو میدونی نوروتراپی چیه؟ الان چی کار میتونی برام بکنی؟ الان میتونی مشکل منو حل بکنی؟ من چرا میمیرم؟ من چرا به دنیا آمدم؟ کش نوروتراپیست به من بگو اینا رو، من باید چی کار بکنم؟ یا آقایی که مثلا افرادی که ریاک میرید به حرفه این حرفو غلط زده درستش اینه،
چیکار باید بکنم؟ من فقط میتونم بگم که احساس میکنم دلغک و مضحکه یک سری آدم هستم برای بقام که رضا فرشته برو خار اینا رو که ما حیوان ها مثل خودت که تو از ما حیوان تر هستی ببینیم، کیف کنیم و با لایکمون به تو پول بدیم که کونتو توپلتر بکنی و شکمتو سیرتر بکنی، بعد بیای گوه بخوری برامون و در موردت کریتیکس بریم و بعد هممون مثل ان بمیریم، تمام بشه بره. من حرفم تمام. آقا من این اپیزود همینجا تمام میخوام بکنم چون خیلی قوی بود و یه بحثی میخوام بکنم با رضا که میفته تو اپیزود بقیه، ولی ادامه همین خواهد بود. دمتون گرم. چاکس.